اینو معنی مثبت میدادش کارت آبی، کارت قرمز معنی منفی، که اینا رو باید حفظ کنیم بچه‌ها. حالا بریم بعدی. خب میگه که نمره 8 لزن هستش، یعنی خوندنی هستش، بعد این متن رو بخونیم و اینکه خب حالا بعد بهشون این متن رو میخونیم و ببینیم که این تیترا باید به این میخوره. خب خب میگه که سود سواردن دوتایی نمره 8 سود سواردن دوتایی لزن den text، یعنی که متن رو بخونید welche Oberschrift passt، یعنی که کدوم تیتر Oberschrift یعنی تیتر welche Oberschrift passt یعنی کدوم تیتر پست مناسب هستش. ergänzen یعنی که کامل کنید. guten Tag برلین یعنی که گوتن تاگ یعنی روز بخیر برلین. خب بعدی میگه که گوتن تاگ برلین یعنی روز بخیر برلین. ایش بین کول یعنی این که من باحال هستم. ویگت ویگتستنزو ویگتستنزو یعنی چطوری. ویگتستنزو یعنی چطوری. همینطور که میبینید این دن پارتیکل هستش. خب حالا بریم اینجا که qualities of living یعنی اینکه quality یعنی کیفیت زندگی کردن. خب یه کلمه انگلیسی هستش qualities of living یعنی کیفیت زندگی. wealth یعنی جهان، دنیا. اوروپا میشه اروپا. کلتور یعنی فرهنگ. لیبن یعنی زندگی. اشپورت یعنی ورزش. خب بریم متن ترجمه کنیم. ویگتس دنزو یعنی اینکه چطوری، حالت چطوره یا چطوری. گفتم که این پارتیکل هستش، این دن و گرن که انگلیسی هم براتون نوشتم پارتیکل که تو درسای بعدی ایشالا بهش میرسه. پارتیکل هم معنی خاصی ندارن، فقط اینجا توی جمله به کار رفته. ویگتس دنزو یعنی اینکه این دنه معنی نداره در واقع، هیچ معنی نمیده. ویگتستنزو یعنی اینکه حالت چطوره. تا اینجا داشته باشید. heißt die Studie und fragt Menschen in Städten weltweit sehr gut نه زلالا. خب میگه که ویگستنزو یعنی اینکه چه حالت چطوری. heißt die Studie und fragt Menschen in Staaten weltweit sehr gut نه زلالا. خب میگه که چطوری این اشتودی میشه طرح یا پروژه. میگه که هست اشتودی اون فقط، میگه که نام اون اشتودی نام اون طرحه چی هستش. خب نام اون پروژه چی هستش، چه نامیده میشه اون پروژه. و از مردم اون فقط و از مردم منشن یعنی مردم و از مردم سراسر دنیا میپرسه که زرگوت و از مردم شهرهای سراسر دنیا و از مردم شهرهای سراسر دنیا میپرسه که زرگوت خیلی خوب. گوت یعنی خوب، نایا زولالا یعنی بد نیستن. On die Top
fünf Städte sind. خب und die Top 5 Städte sind یعنی که و 5 شهر تاپ هستن، 5 شهر برتر هستن. پاریس یعنی پاریس، لندن یعنی لندن، نیویورک یعنی نیویورک، ناین یعنی نه، دی تاپ 5 sind یعنی اون 5 تا شهر برتر هستن. وین، زوریک یعنی زوریخ، آکلند یعنی آکلند، مونشن مونیخ، اون ونکوور یعنی ونکوور، اون برلین و برلین. تایا آخ برلین ایز لکسیکون کول، میگه که و برلین هم هست همچنین جذاب، و برلین هم هست همچنین جذاب و باحال. خب تایا هم میشه همون یا دیگه، میگه که بله و همچنین آخ یعنی همچنین برلین هم هست سکس یعنی جذاب و کول باحال. خب und kommt auf Platz 16 for پاریس و میاد در جایگاه 16 و میاد در جایگاه 16 قبل از پاریس. خب یعنی اینکه برلین توی رده 16مین شهر خوشحال دنیا قرار داره. منظورش اینه. خب پس اون تیتره که مناسب هسته میگه که sozusagen یعنی دوتای لزنزی اون لسنس دنتکس گفته که این متن رو بخونی که با هم دیگه خوندیم بشه. بارفریفت پست یعنی کدوم تیتر مناسب برای گنزنزی کامل کنید. خب گفتن تاک برلین یعنی روز بخیر برلین، ایش بین کول یعنی من باحال هستم، و ویگتستنزو یعنی چطوری. تیترمون بعد بشه ویگتستنزو یعنی چطوری و اینجا قرار میدیم. همونطور که از متن خوندی خودش هم اینجا گفته ویگستنزو یعنی چطوری هستی اشتودی und fragt Menschen in Städten weltweit. Sehr gut, gut, نه سلالا. خب خودش هم اینجا گفته که ویگستنزو و اینجا اومده حالت مختلف و یعنی حالت چطور هم اومده سوال کرده گفته زیر گود خیلی خوب، خوب نه سلالا، بد نیستم. پس میفهمین تیترمون میشه ویگستنزو یعنی چطوری. خب بچه ها این اشتتن، خب همونجا که می‌بینی اشتتن این جمع شهرها هستش اینجا نوشته. خب این جمع لیزر بزنم این که میبینید اینجا این جمع شهرها هستش که شده اشتتن. خب میشه شهرها. میگه که این اشتودی یعنی طرح و پروژه، این اشتتن یعنی شهرها. خب بچه بریم میشه شهرهای سرتاسر دنیا. خب حالا بریم سوالا رو جواب بدیم. پس تیترمون شد این یعنی اینکه چطوری ویگستنزو با توجه به اینا زرگوت و گوت و زلالا ما این تیتر رو فهمیدیم که میگه که از مردم شهر سرتاسر دنیا اینا رو میپرسه. خب حالا بریم سراغ اینا که مرتبشون کنیم. میگه که سوسه یعنی دوتایی لزن زی دن تکس noch einmal
بخونید متن رو یک بار دیگه. Sortieren Sie die Fragen und ordnen Sie die Antworten so. مرتب کنید سوالات رو و ordnen Sie die Antworten so، یعنی اینا رو به هم دیگه مرتبط کنید، بست کنید. خب wie heißt denn که wie heißt denn چجوری تا نامیده میشه دیگه؟ نامت چیه؟ خب خب یکس سوال داریم و بعد سوال ها رو به ترتیب بنویسیم. خب بعدش بیام ببینیم که کدوم پاسخ مربوط میشه به اون سوالا و به هم دیگه وصلشون کنیم. پس اول ما بعد این سوالا رو مرتب کنیم و بنویسیم، بعد ببینیم که این سوالا چی میگه، بعد به اینا مرتبطش بدیم، به این ABC مرتبطش بدیم. خب خب همونطور که می‌بینید توی وفق‌ها بچه‌ها فعل همیشه تو جایگاه دوم میاد. این سوال میخواد بگه که این سوالا در واقع سوالهای وفق‌ها هستش. پس این وی اول باید بیاد، میشه وی سوال اونجا میشه وی هایست دی اشتودی. وی هایست دی اشتودی یعنی که نام اون پروژه، نام اون طرح چی بودش؟ دی اشتودی هایست یعنی نام اون پروژه نامیده میشه وی گستن زو، چطوری، حالت چطوره؟ خب پس جوابش میشه سی. نمره 2 شماره 2 میشه وی هایسن دی تاپ 5 اشتاته. میگه که چی نامیده میشدن؟ وی میاد اول چون که وفقاگه هستش، هایسن تو جایگاه دوم قرار میگیره، شماره 2 رو زدم، دی تاپ 5 اشتاتتن میشه نمره، یعنی شماره 3 رو برستنم. پس ترتیب سوالم میشه وی هایسن دی تاپ 5 اشتاته. میگه که چی نامیده میشه نام اون 5 تا شهری که برتر بودش. خب گفتیم که نام اون 5 تا شهر بودش چی؟ وین، زوریخ، آکلند، منشن و ونکوور. پس میشه آ. جوابمون میشه وین، زوریخ، آکلند، منشن و اون ونکوور. نماد شماره 3 اینم وفقاگه هستش بچه ها، پس باید وی تو جایگاه اول بیاد، اون وی شماره 1 میشه، بعد فعل میاریم میشه ایست، بعد برلین. میگه که و برلین چگونه هستش؟ خب وی یعنی چگونه و برلین چگونه هستش؟ خب گفتیم که برلین چی بودش تو متن؟ گفتیم که برلین یه سکسی اونکل، برلین هستش جذاب و باحال. پس وصل میشه به شماره ب. پس جواب نموداغای شد ب. همونطور که میبینی براتون زدم. نمره 1 3 نمره 2 جوابش میشه آ، به آ وصل میشه و نموداغای میشه ب. خب بریم صفحه بعدی. بریم صفحه بعدی. نمره 9 اینه شماره 9 میشه سوال لازم دنتای سنی بخونید متن آخرین من یک بار دیگه زورتقن زیدی فقط زورته زیدی فقط یعنی که سوال‌ها رو مرتب کنید اون اردنزی دیانت وردنزو و پاسخ‌ها رو به هم دیگه مربوطشون کنید. خب اینجا میگه که
Wie heißt die studiert؟ خب یعنی چگونه نامیده میشه دی studiert طرح. خب die studiert یعنی طرح هاست نامیده میشه wie geht's denn so. خب این همون سوال هفتش که خوندیم و اینجا به هم دیگه وصل کردیم. من اینجا براتون نوشتم خب که گفتم نوما آینز چون که به فقاقی هستش وی تو جایگاه اول میاد. هم طبقی بود که مرتب کردیم شماره 1 و 2 و 3 داشت. من اینا رو صبحاشو براتون نوشتم تو صفحه بعد تو اینجا. خب شماره 1 همچون که نوشتم میشه وی هستی اشتودی یعنی که چی نامیده میشه اون اشتودی اون طرحه چی نامیده میشه که جوابش میشد آ. نه جوابش میشد سی. خب اون طرحه چی نامیده میشد دی اشتودی هایست نامیده میشد ویگت دنزو. حالا چطور نمبر 2 شماره 2 Wie heißen die Top 5 Städte میگه که چی نامیده میشد اون 5 تا شهر. اون 5 تا شهر تاپ چی نامیده میشدن؟ خب اون 5 تا شهر تاپ بس میشد به آ یعنی وین و زوریخ و آکلند و مونشه و ونکوور نامیده میشن. و نماد یعنی شماره 3 اون وی ایست برلین و چگونه برلین برلین چگونه هستش اون وی ایست برلین یعنی برلین چگونه هستش برلین هستش جذاب و باحال. همونطور که می‌بینید توی وفقاگه‌ها فعل همیشه بچه‌ها تو جایگاه دوم قرار میاد. اینجا فعل ایست هستش اینجا فعلمون هایست هستش اینجا هایستن هست تو جایگاه دوم اومده. و وفقاگه‌ها سوال‌هایی که با و هستن دبلیو هستن اول اومده همونجور که می‌بینید. خب حالا بریم اونجا هم که براتون جوابش رو مشخص کردم. بریم بعدی. خب بعدی مربوط به اشپرخن هستن صحبت کردن نماسه شماره 10 میگه که یا دستکنیش بله من میتونم حالا این کورس همه توی کلاس گنزی هر به این ور اون ور برین اون بگه قوسن زی دقای پرسونن و 3 نفر رو چیز کنید 3 نفر رو معرفی کنید. یعنی این که میگه که منظورش اینه که با 3 نفر احوال پرسی کنید بگه قوسن زی احوال پرسی کنید با 3 نفر. گهنزی هر یعنی اینکه به این طرف و اون طرف برید یا دور کلاس رو بگیرید. بگی قوسن زیدی قای پرسونن یعنی اینکه سلام و احوال پرسی کنید با 3 نفر. گوتن مورگن گوتن تگ oder گوتن آبن گوتن مورگن یعنی صبح بخیر گوتن تگ روز بخیر گوتن آبن یعنی عصر. خب م، ویگتس یعنی حالت چطوره میتونی تو جوابش بگی که زر گود دنکه یعنی که خیلی خوب ممنونم دنکه گود ممنون خوبم اسکت یعنی میزنه زلاره بعد نیستم اون دیگه و تو چطوری تو که می‌بینی اینو برای رسمی هستش این برای حالا برای غیر رسمی. خب حالا بریم توی این قسمت آبی رنگ. میگه که schreiben Sie die Sätze aus 3 und 4 auf Karten. میگه که میگه که جملات رو آم، میگه جملاتی که توی تمرین 3 و 4 هستن و روی کارت بنویسید. خب روی این کارت بنویسید دی کارتن helfen bei sprechen. این کارت ها برای صحبت کردن به همون کمک میکنه. خب بهتون کمک میکنه. پس میگه که
جملاتی که توی تمرین 3 و 4 اومدن رو روی کارتا بنویسید. این کارت‌ها میتونه توی صحبت کردن بهتون کمک کنه. خب از اینجا هم بچه‌ها من پررنگ کردم. اینو چی میخونید؟ میخونید که 23 3 میاریم دیگه، میشه دقای اون 20. خب ام، برای منفی کردن این یه موضوعی از گرامر هستش. قبل اینکه بریم صفحه بعد، خب قبل اینکه بریم قسمت ب رو شروع کنیم، یه مرور کوتاهی از گرامر هستش. بعد میریم قسمت ب. خب نگاتیو آرتیکل. نگاتیو آرتیکل یعنی آرتیکل منفی ساز هستش. برای منفی کردن اسامی از کاین استفاده میشه. برای ماسکولین و مذکر، فمینین و مؤنث مثقال یا زاخلگیر و بلوغ جمع. برای ماسکولین و مذکر تو حالت اینا همه تو حالت نومیناتیو فعالی هستش و اینکه برای مذکر در اون bestimmte آرتیکل، یعنی اینکه آرتیکل اون bestimmtش میشد برای ماسکولین و مذکر میشه ein. برای فمینیم و بذارید من اینو با لیسر مشخص کنم بدیم. و همونطور که گفتیم برای منفی کردن اسامی از کاین استفاده میکنیم و اینا همه تو حالت نومیناتیو هستن بچه‌ها. و اینکه اون در اون bestimmte آرتیکل، یعنی آرتیکلی که نامشخص هستش، برای مذکر ماسکولین میشه ein، برای فمینیم و مؤنث میشه eine میگیره، برای نطقال و یا ساختیش میشه ein، دوباره مثل مذکر هستش. و برای پلوغال و جمع هم اون bestimmte آرتیکل نداره. حالا برای نگاتیو آرتیکل، آرتیکل منفی ساز، برای ماسکولین و مذکر میشه کاین، برای فمینیم و مؤنث کاین میگیره و برای نطقال و خنثی دوباره میشه کاین مثل مذکره و برای پلوغال و جمع میشه کاینه مثل مؤنثه. پس اینجوری حفظ کنید که این کاین برای مذکر و خنثی مثل همه، برای مؤنث و جمع مثل همه میگیره. اینجوری راحت‌تر میتونید حفظ کنید. و فقط اون bestimmte آرتیکل برای مؤنث میگیره و برای مذکر و خنثی همون ein هستش و برای جمع هم اون bestimmte آرتیکل نامشخص دیگه نداره. خب بچه‌ها این جدول باید حفظ کنید، خیلی مهمه. حالا بریم صفحه اسلاید بعدی.